عمو مرادو میخوام، نمیخوام برم اونجا. باشه عزیزم باشه. خوب شد. با من بیا. خب بیا اینجا بشی. ببخشید، معذرت میخوام. عیبی نداره. دستاتو داغون کردی. اشکالی نداره. خب حالا حتما ازم حلالیت میخوای؟ حلالم نمیکنی؟ حلالت میکنم ولی چی؟ میدونیم من حلالت میکنم اما من یه برادرم دارم. این باغ یه ملک شراکتیه، اونم تو سیبی که دزدیدی حقی داره. خیلی خوب، حلال. مراد وایسا، صبر کن. اینو بگیر، اینجا آدرس برادرم عرفان نوشته شده. از اونم حلالیت بگیری کار تمومه. خب دیگه موفق باشی. متشکرم. صبر کن، بگیر تو را بخور. افه جون دیگه بهتره بریم خوابگاه. نه بعدا عمو مراد میاد تو رو برمیگردونه باشه. نه منو به اون نمیدن. چرا نمیدن؟ چون عمو مراد قبلا زندان بوده، اونم مثل بابام دزدی میکرده، اونا حرفشو باور نمیکنن. خب باید کاری کنیم که باور کنه. چی شده اوستا ابراهیم؟ افه چی شده؟ اون فرار کرد. یعنی چی فرار کرده؟ کی؟ من تو کوچه دنبالش دویدم، خیلی صداش کردم ولی فرار کرد و رفت. خیلی خوب سانا، خیلی خوب، بس. مامان منه. عزیزم پسرم، از نگرانی دیوونه شدم. بگو ببینم کجا بودی ها؟ برای چی فرار کردی؟ کجا رفتی؟ ها؟ دلم خیلی براتون تنگ شده بود مامان منه. پسر گلم عزیز. دخترم ببخشید از خوشحالی شما رو ندیدم. خدا از شما راضی باشه. ملک هستم، مادر مراد. شما؟ مروه هستم. پس مروه شمایی؟ بله. عمو مرادم خونه؟ نه عمو مرادت نیست. دخترم بفرمایین داخل استراحت کنین. بیاین برام بگیرین بروجک از کجا پیدا کردین. بیا تو عزیزم بیا. آخ جون
جان خودو برو دست و صورت تو بشور عزیزم. ببین همه جات کثیف شده. باشه. باید برگرده خوابگاه. هیچ کس غیر از مراد نمیتونه اونو به خوابگاه برگردونه. اونم که از صبح تا حالا پیداش نیست. خدایا خودت یه راهی نشونمون بده. خوش اومدین. ممنونم. حدس بزن مروه با کی اومده اینجا؟ عمو مراد. دیگه منو تنها نذار. افه جان ازت یه خواهشی دارم پسرم. بگو. باید برگردی. قربان افر آوردن. چی آورده؟ نمیخوام برم. افه جان ما صلاحتو میخوایم. خب پس منو بدین به عمو مرادم. افه چه قراری گذاشته بودیم؟ برو پسرم. اما الان نگرانت شدم. دیگه کسی رو بیشتر از این ناراحت نکنیم. خب اول به خدا بعدم به شما میسپارمش. ممنون مروه. ای کاش کاری از دستم برمی‌اومد. حتما صلاح این بوده. باید ببینیم چی میشه. آره بچه رو پیدا کردیم. فوراً میفرستم پیشتون. خواهش میکنم. خداحافظ. پدر چرا اینطور رفتار میکنی؟ مگه من چی کار کردم؟ اگه این آدم مرتکب چه خلافی شده که عدالت رو نادیده میگیری؟ این کاری که شما انجام میدین یه چیزی مثل انتقام گرفتنه. مروه لطفاً مسخره بازی در نیار. این به من ربطی نداره. این مسئله‌ای که به بهزیستی مربوط میشه. هیچ کاری هم از دست من بر نمیاد. هر دوی ما از اعمال نفوذتون مطلعیم. شما میتونین دادگاه رو طوری قانع کنین که دیگه هیچ مخالفتی صورت نگیره. مگه مراد و افه رو با هم دیگه ندیدین؟ مادر مرادم که دیدین. ملک خانم میتونه خیلی بهتر از پرورشگاه به اون بچه برسه. خیلی خوبه.
پس معلوم شد این آدم ها رو انقدر دوست داری که میتونی به پدرت ترجیحشون بدی، درسته؟ باشه، هر کاری بتونم میکنم، ولی من یه شرط دارم. تحت هیچ شرایطی دیگه نباید این مرد رو ببین. یعنی مراد یالنز برای همیشه از زندگیمون خارج میشه، برای همیشه. خب بعدش باخچرم داد، یه بیل حسابی زدم. بیا دستامو بگی مادر. اینا زخماییه که خداوند دوست داره پسرم، ارزششو داره. درست میگی مادر. اصلا اگه عمو یحیی نبود برمیگشتم میومدم. اون گوشمو کشید، بهم گفت یه سیب میتونه حکمتی برای تمام عالمیان بشه. خب آقا یحیی درست گفته. انشالله که خیره. کار خدا رو ببین، یه سیب. الو خدایا شکرت. مادر چی شده؟ فردا صبح میای. خدا ازتون راضی باشه. خدا حافظ. کجا مادر؟ پسرم گفتن فردا صبح بیاین افه رو بگیرید. یعنی چی؟ با تسلیم رضایت پدرش به دادگاه اون قراره پیش ما بمونه. در رو قفل کردم. آره قفل کردی مادر، چرا هی میپرسی؟ ای بابا کاری نداشته باش، همینطوریش هم نمیدونم چی کار میکنم. اگه بهش نشون بدیم که اینقدر دوستش داریم دیگه از اختش بر نمیاییم. این چه حرفیه که میزنی؟ اون پسرمه، فرزند دوممه. ای بابا معلوم شد خیلی وقته که دیگه ما رو کنار گذاشتی. خودشو با بچه مقایسه میکنه لوس. خیلی خوشحالی افه؟ خیلی خوشحالم. الان میان. افه پسرم عزیزم. خیلی خوشمزه شده. نوش جونت، هر وقت خواستی بازم میپزم. قربونت برم. من دیگه میرم مادر، برام دعا کن، خیلی به دعات محتاجم. کجا با این عجله؟ یه سر میرم نونوایی، بعدم میرم حسابم سیبو تصفیه کنم، بعد ببینم برادر آقا برهان ازم چی میخواد. خدا کمکت کنه. آمین. دخترم چایی نمیخوای؟ گرسنت نیست؟ نه گرسنه نیستم، ممنون. سلام، صبح بخیر. یه دقیقه ببینم. سونا تو چشمام نگاه کن. باشه. داری به هم دروغ میگی. به خدا متوجه اشتباهم شدم مراد، قسم میخورم. فرصتی که به خودت دادی به منم بده. مگه من چه فرقی با تو دارم؟ ناحقی نکن مراد. خیلی خوب، برو تو. من چند تا کار دارم، فعلا به اوستا ابراهیم کمک کن. ممنون مراد، ممنونم. مراد تو داری کجا میری؟
روزتون بخیر. شما عرفان سزگین هستین؟ بله بفرمایید. برادرتون منو فرستادن، عمو برهان. بفرمایید. راستش حقی به گردنم دارین. اومدم حلالیت بگیرم. وقتی بچه بودم از باغتون سیب دزدیده بودم. بچگیه دیگه، اون روز یادم نمیره. کدوم سال؟ راستش فکر میکنم سال 81 بود. گم شو! برو گم شو! خدایا چی شد؟ من چیکار کردم؟ اما عرفان در رو باز کنی، برای رضای خدا باز کنی. بچه بودم بابا، اشتباه کردم. هر کاری لازم باشه برای جبرانش انجام میدم. اما عرفان، ابو عرفان خواهش میکنم باز کن. آقا چی شده؟ بگو مر کیه؟ در رو باز کنی. عرفان هر کاری لازم باشه انجام میدم. حلالت نمی کنم تا بالای سرت نیوردم. برو گم شو! تا نگین چی کار کردم یه قدمم بر نمیدارم. بهت گفتم گم شو. برو برو پسرم برو. خدایا چی کار کردم؟ آدم به خاطر یه سیب آدم میکشه؟ من چیکار کردم؟ خدای من، جریان چیه؟ یعنی با عمو برهان دعواشون شده؟ شاید همدیگه رو از اون روز به بعد ندیدن. کن ببینم چی شده؟ چی شده؟ پسرم گریه نکن، عمرش به آخر رسیده بود. خداوند از سر تقصیراتش بگذره. اینقدر خودتو ناراحت نکن. به خاطر من با برادرش قهر از دنیا. این چه حرفیه که میزنی پسر؟ عرفان و برهان همه کارشونو با هم میکردن، درسته؟ وقتی عرفان تصمیم گرفت بره شهر، برهان خیلی ناراحت شده بود، ولی اونا با هم قهر نبودن. اینو من میدونستم. یعنی قهر نبودن؟ نه جونم، عرفان دهو دوست نداشت، خیلی هم نمی اومد. اون 20 سال پیش از اینجا رفت. من دیگه باید برم. کجا پسرم؟ نمیذارم جایی بری. در ضمن به مادرت خبر بده، ممکنه نگرانت بشه. باشه، الان زنگ میزنم.
تسلیت میگم. حلالت کردم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم باشه با اجازتون منم باید برم. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بابا بزرگ بیا ببینم نوه خوشگلم. اگه تا شبم برد کنن تو حیات بازی میکنی. حیات خیلی دوست داری آره؟ چی کار میکردی؟ داشتی بازم دنبال کفشوزک میگشتی؟ به بابا بزرگت بگو ببینم. بیا اینجا با هم بشینیم. طالب با کی صحبت میکنی؟ طالب مگه طالب چش شده؟ طالب چطوری لال شدم و یحیی؟ معلوم نیست. یه روز از خونه رفت بیرون و وقتی برگشت اینطوری شده بود. کدوم سال؟ همون سالی که شما هم اینجا بودین. ولی تو که یادت نمیاد پسر. خسته نباشی. طالب یه سوال ازت دارم. چی شد که لال شدی؟ نکنه عمو عرفان طالب گوش کن طالب، گوش کن طالب. طالب ببین چی میگم طالب. تقصیر من بود، من کردم. اون سیبا رو من دزدیدم، ولی تو کتک خوردی. کی اونجاست؟ آهای فرار نکن.
بستا، فرار نکن. تو چیزی ندیده باشه؟ گفتم بستا، فرار نکن. من نبودم. ساکت داری دروغ هم میگی. دزدی کردی. من نبودم. طالب برادرم کاش دستم میشکست و نمیزد. از کجا میتونستم اینطور میشه؟ از کجا میتونستم؟ وقتی مراد گفت کار اون بوده نمیدونستم چیکار باید بکنم. خیلی فکر کردم که چیکار باید بکنم. چندین سال بود که به برادر خودمم نتونستم بگم چه بلایی سرت آورده. قبول کنی؟ میخوام یه چیزی بهت بدم طالب. این باغ برای تو، این خونه هم باغ. امیدوارم که ازم قبول کنی. منو میبخشی؟ طالب منم هر کاری باشه انجام میدم. گناه همونقدر بزرگه که مجازاتم هر چی باشه راضیم. فقط کافیه منو ببخشی. فقط کافیه حلالم کنی. حلالت کردم. میخواستم بیام بیمارستان، اینجا دیدمت. میخوام برای همه چی ازت تشکر کنم. برای اینکه بهم اعتماد کردی، برای عفه، برای جسارتت. ممنونم. دیگه هیچ وقت نمیخوام ببینمت. از جلوی چشم دور شو. میشه یه نون بدین لطفا؟ البته. بفرمایید. خسته نباشی. ممنون ملک خانم. اما ابراهیم چشاتو ببند. حالا باز کن. بگو تو کدوم دستمه؟ تو اینه. نفهمیدی؟ ای بابا مادرجون چرا وایسادین؟ بشینین. نفهمیدی؟ معامله چشاتو ببند. حالا باز کن. بگو ببینم کدوم دستمه؟ تو اینه. نفهمیدی؟ حالا یه دفعه دیگه چشاتو ببند. باشه. بیا. حالا باز کن. تو اینه. فهمیدی؟ خب دیگه من رفتم. یه دفعه دیگه. چند جا کار دارم. خداحافظ. پسرم یه دقیقه اجازه بده. اما ابراهیم چشاتو ببند. سونا عجله دارم ملک خانم. دخترم یه دقیقه صبر کن. نمیدونی اون روزیه چند نفره هرچی بخوای مراد بهت پول میده.
ولی بی اطلاع برداشتنه. تو داری به من میگی دوست؟ عجب زن بی ادبی هستی. اصلا به خاطر تو ما از هم جدا شدیم. دخترم خودت میفهمی چی داری میگی؟ این چه حرفیه؟ تو داری به من تهمت میزنی. خدا نکنه. ببین من نمیخوام کار اشتباهتو به رخت بکشم، نمیخوام اونو جایی بگم. بیا بین خودمون حلش کنیم. کن نمیخوام دستمو بگیری. خجالت نمیکشی به من تهمت میزنی؟ ملک خانم ملک خانم ملک خانم ملک خانم ملک خانم کمک کنین، یکی بیاد کمک. مراد بودو. مراد چی شده؟ مادر ملک بودو. مادر